سلام رفقا، چطورید؟ من اسلام تیریچم هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو قرار با هم دیگه حدس بزنیم که اسم اون فیلم چیه، البته با ایموجی ها. یه چند تا ایموجی کنار هم دیگه میاد و ما حدس بزنیم که اسم اون فیلم چیه. شما یادتون نره که حتما این ویدیو لایک کنید و کامنت بذارید و با من توی کامنت ها حدس بزنید. و اگر چنل من سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم فعالش کن که هر موقع ویدیو میذارم اولین نفری باشی که میای ویدیومو میبینی. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو. برو بریم. هالک میشه. صبر کنیم ببینم. یارو سیویلوه تبدیل به یه آدم عصبانی میشه، بعد بازوش قوی میشه، بعد زورش زیاد میشه، قلب سبزه. یا هالکه یا اونه اسمش چیه، ملوان زبل. احتمال زیاد همون هالکه. بله درسته همون هالک. اولیو خوب شروع کردیم، بریم تا آخر ببینیم میتونیم بهتر کنیم یا نه. خب دومی، چارلی و کارخانه شکلات سازی. آره کارتونش خیلی کارتون قشنگی، حتما ببینی اگه اونایی که ندیدن. آره چارلی و کارخانه شکلات سازی. 3 گربه شعبده باز. آره یه کارتونی بود گربه شعبده باز بود. بابا همون کارتون اسمشو بعد گفتم، گربه در کلاه. ازتون میخوام که اینو یه فاکتور بگیرین دیگه، این دیگه ارفاق بدین به من. کارتونشو میدونم چی بود، الان اینجا عکسشو واسهتون میذارم. اسمشو اشتباه گفتم دیگه، ببخشید من. چهارمی، تا اینجا همه رو درست حدس زدم، خودتون شاهدین. نمیدونم چی، نمیدونم واقعا نمیدونم چی. The Wizard of Oz. کارتون آب، انیمیشن آب. کارتون قشنگی، انیمیشن قشنگی، ببخشید میگم کارتون، انیمیشن قشنگی. دیدین که همه بلدم. یه کارتون بودش، دختر سیاه‌پوست بودی، خوره توپل بود، موهاش فر بود. یعنی از این ایموجی استفاده کرد. فکر کنم اون کارتون هم میگه میرن تو دریا، بعد با یه یارو ازدواج میکنه، اسمش یادم رفت. بله مانا. آره همونه، مونا بهش میگیم. اشتباه، بیا یکی غلط حدس زدم. فیلم سفید دم، به ایرانیش میشه سفید دم، همون نایت وولفه یا مون لایت، نه توالایت. بیا همونا، اشتباه که نیست، مطمئنم همونه که یارو تبدیل به گرگ میشدن. بلد نیستم چون فیلم زیاده در مورد همین ایموجی ها، در مورد کریسمس و روح و اینجا. یا کریسمس کارلور، رد پای در برف. چقدر با نمکم. نه بلد نیستم. هپی فیت. دهمی، ارباب حلقه. اینو دیگه بلدم دیگه، اصلا مشخصه، حلقه اومد دیگه فهمیدم دیگه. ارباب حلقه چه فیلم باحالی بود. Lord of the Rings. 11 چیه؟ فریکی فرایدر. ماداگاسکار نمیشد؟ اون پنگوانا بودن و موج سواری میکردم، خواستم موج سواری یاد بگیره پسر پنگوانه. سورفس آپ همونه. چی بگیم؟ The Shark. همینجوری حدسم The Shark. نه سخت بود اسمش. فلش بک، علامت بکه. بک مووی بک. The Emoji Movie. روح ممنوع. داره سخت میشه. Ghostbusters. سخت شد. هی جومانجی نباشه، یا جومانجیه
یا وورد آف گیمه. بله جومانجی. بالاخره امیدی برگشت. وای 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 وای. فیلم درباره موزیکه. بلد نبودم مثلا کلا. تو رو خدا. نکنه فیلم چیز باشه، پارک جوراسیک. لاک‌پشت‌های نینجا. وای. چرا فکرم نرفتم تو لاک‌پشت‌های نینجا؟ با یه فیلم بود آبی بودن، آدم فضای آبی بودن، اسمش چی بود؟ آواتار. آدمای آبی بودن، نه آدم فضای آبی. موجودات آبی بودن. تد. اصلا اون خرسه اومد و این شیطنت بازی اومد، فیلم تد. تمومه. تمام. تده. بله. پاندا کنفو کار نیست، اگه بود پاندا میذاشت، ولی بروسلی اجدها وارد میشود، چارلین در قصد. اینقدر فیلم رزمی میسازن که من نمیدونم کدوم بگه. بیا دایناسور. چه فیلمی بود؟ The Good Dinosaur. The Good Dinosaur. مرد مورچه‌ای. دیگه راحته دیگه. من فیلمشو ندیدم ولی شنیدم چه فیلم وجود داره مرد مورچه‌ای. The Man Ant. Ant-Man. فیلم ترسناک کم نگاه میکنم. اصلا نگاه نمیکنم. مانستر. شگفت انگیزان. از اون آیه فهمیدم. فیلم شگفت انگیزان. آره. نمیدونم، خیلی سخت شد چون رباته، آدم فضاییه با 2 نفر دیگه. چون شد. وال. راست میگه. یکی ربات بودی که آدم فضایی بود. موشش سرآشپز نمیشه. موش. نمیدونم چه فیلمی بود. فیلم زنبور. فیلم یک زنبور. زنبور فیلمبردار. زنبور بازیگر. فیلم زنبور دیگه آقا. قبول کنین دیگه من گفتم. وای خدا. داره سخت میشه. بچه شما هم حدس بزنید تو کامنت. شما هم بگید کدوم حدس زدین. The Diary of the Wimpy Wild Kids. Yeah man. مود یک ایرانی. مود روزانه یک ایرانی. تمام این ایموجی ها. نمیدونم چیه فیلمیه. Inside Out. Yes. نمیدونم. واقعا نمیدونم. داری سختش میکنی؟ نمیدونم. Spy Kids. آقا من دیگه باختم. من باختم بدم باختم. دختر جادوگر. دختر شعبده باز. دختری که خرگوش میشه شعبده باز میشه و کرم میشه. آلیس در سرزمین عجایب. اصلا ربطی به این نداره. 101 سگ خالدار. این کاری داره. ای کاش همه رو اینجوری واسم میآوردم بعد میگفتم بشه. یه فیلم بود مرده تبدیل به سگ میشه، سگ دستش گاز میگیره تبدیل به اون سگ میشه. حالا اسمش فیلم من یادم نمیاد. خود مرده میشه سگ. آره. مارلی اند می. امیدوارم همین باشه. اگه اشتباه باشه اینجا مینویسم واسهتون. کینگ کنگ دیگه. خدا شکر یکی آسون اومد. ما که فلج بودیم نمیتونستیم چیزی حدس بزنیم. والله. قلعه سرامیز. قلعه شگفت انگیز. هری پاتر. خب چرا عینک نداشت پسره؟ مدرسه موسیقی. دبیرستان موسیقی مدرسه فرق نمیکنه. من حدس زدم. مرد خفاش. خفاش سفید. فیلم خفاش سفید. فیلم مرد خفاش سفید. لگو بتمن. بازی خیلی خوبی بود. من باختم بدم باختم. این حق منه. باید بشم فیلم های زیادی ببینم، اسمشون یاد بگیرم. و اینکه شما اگه فیلمی دوست حدس زدین حتما تو کامنت بنویسید. و اگر این ویدیو دوست داشتین بازم بسازیم، حتما لایک کنید. حتما تو کامنت ها بگید که بازم بسازیم.
چند نفری منگار میخوام بسازیم. وای من تنهام آقا، من تنها، تک و تنها خودم ویدیو میسازم، خودم ادیت میکنم، خودم. چه کنیم دیگه واسه شما، عشق به شما. اگرم که جدید هستی منو برای اولین بار میبینید، حتما کانالمو سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو گذاشتم مطلع بشی و بیای ویدیوم ببینی. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی موچ بهتون. تا ویدیو بعدی پیکس.